سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما با همین گروه های آوانتور آمدیم. شما در همتون در پیشنهاد میکنیم همین گروه را. شخصان میخواهند که به حج فرضی یا اینکه عمره بروند، پس برای شما شرکت آوانتور را توصیه میدهیم. خوبی این شرکت در این است که راهبردان با زبان تاجیکی گپ میزنند. از همین سبب بسیاری تاجیکان سالهاست با همین شرکت حج میکنند. مشتریان را با تمام شرط و شرایط و اینچنین مهمانخانه‌های زمانوی که نزدیکی عبادتگاه است تأمین میکنند. جایهای تاریخی، سیاحت براحت و اینچنین شرط و اصولهای حج را برای شما با زبان تاجیکی میفهمانند. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. من از خودم مثال میارم. یک مگنیتوفون دیگر بلند کردگی و جارب در دست زن یا خواهر تو خانه میروه و تمام آواز بلند کردگی. بین او خانه در چگونه جین خچه جا نکند یا شیطان در او خانه خچه جا نکند، یا تمام اولاد اجدادش، حتی که همون کافرایی که امروز تمام مسلمانها را نابود کرده ایستاده‌اند، صورت همونها در خانه آویزان است. خانه شیطان نمیشود، خانه جین نمیشود. حمام داخل حمام میشه، زن بلیچ در خانه آدم مسلمان است. ای رود سیاقت مسلمانی. مسلمان همی است آخی. مسلمان یک نشانه داشت آخی. خانه مسلمان در صورت کافر چکار میکند؟ چگونه باید فرزندی تو دیوانه نشود؟ چگونه دیگر دائم تو یک قصیده خانه دیگر میکوی؟ فرزندم دیوانه شد، فرزندم فلان شد. از خانت همون صورتها را گم کن. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرینک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. از خواجه جندی بپرسید که تو به یا سگ و از کس نترسی. خواجه جندی میگه در مسجد نشسته بودن، در اطرافش میگه خیلی مریدهاش، شاگردهاش نشسته بود. یک شخص میگه در آمد، یکی از خواجه جندی بپرسید که تو به یا سگ و از کس نترسی. گفت ای خواجه جندی، تو بهتر استی یا سگ بهتر است؟ یک سوال هست که برای مریدان این جندی خیلی وزنین آمد. مریدانش دویدن آشکاره که در آنجا کنندش پاره پاره. مریدا از جا خیستند، حرمت احترام به استاد گفته به سوی همون سوال دهنده غضب کردند، ابرو گره کردند و خواستند که او را جزای بدهند، زیرا این چی سوال بود که خواجه جندی که یکی از دوستهای خداست نخواهد که را سوال کنی که تو بهتر است یا سگ بهتر است. با یک راه منع کرد آن جمله را پیر، بدو گفتا نیم آگاز تقدیر. مریدهاش گفت در یک گوشه نشینین. البته انسان عالم، آدمی با علم همه وقت صبر کننده می شود.
بدترین بنده پیغمبر خدا گفتن همون کسی هست که تیز غضب آلود می شود و دیر ریزا می شود. بدترین است. و بهترین شما کسانی هستند که دیر غضبناک می شود و تیز راضی می شود. غضب از وجودتان دور بگردانید. غضب کاری است که امروز بچه ها را به زن طلاق آورده رسانده است. غضب کاری است که امروز کلمه کفر از زبان تو بیرون می شود، تو درک نمیابی. غضب چیزی هست که امروز شما کاری کرد از برادری خود قتل میکنی، درک نمیابی. همه از حساب غضب می شود. زبان را در غضب نیکو نگه دار. غضب زبان نزدی غضب ها می شود مار. گزد ناگه دلی رنجیده ای را، کند محزون و مجروح بنده ای را. البته زبان در وقت غضب مثل مار می شود که برادرت نش می زند، تو درک نمیابی. بعدا افسوس میخوری، دیگر فایده ندارد. حضرت خیلی آدمی بحضور بودن، مریدهاش به یک راه من کردن، گفتن اینجا نشینین، این برادر سوال کرده است. بدو گفتا نیم آگه ز تقدیر. این جوان گفت بسیار سوالی با موردی کردی، تو بهتر هستی یا سگ؟ من گفت از تقدیر خود آگاه نیستم، من نمیدانم حال تقدیرم چی باشد. لیکن در جواب چی گفت؟ گر از اوباش راه ایمان برم من، توانم گفت که سگ بهترم من. اگر من از اوباش راه گفته شیطان میگن که دم آخری ما و شما، خاتمه ما و شما در بسیار جلوه میکند، بسیار بازی ها میکند، بسیار با ما و شما مکر و حیله ها را استفاده میکند تا که بهترین نعمت که ایمان است، ایمان از ما و شما جدا بسازد. از این خاطر است که حضرت گفتند مسلمان بودنی تو کی بکار است، مسلمان مردن اینجا اعتبار است. عزیزانی که از گریه نیاسود، همه اندوه خوفی خاتمه بود. همه از خاتمه عزیزای ما و شما می ترسیدن، گریه ها می کردن که دم آخری ما چگونه انجام یافته باشد. ندانی که دم آخر چی حال است، از این تا گورت 100 سوال است. از این تازه گوری تو را صدها امتحان خداوندی است، آیا تا به گور تو ایمانی به سلامت میبری یا نه؟ حضرت گفتند گر از اوباش را ایمان برم من، توانم گفت که سگ بهترم من. اگر ایمان نخواهم برد ز اوباش، چو موی بودم من در سگ کاش. حضرت خواجه جندی چی گفتند؟ اگر ایمان ببرم از این شیطان، من از سگ دیده بهتر استم. لیکن اگر از این اوباش صد راهی من شود و رحمت خدا با من نریزد و من ایمان خود در همین دنیا بگذارم و این جسد آلوده گناه را به قبر ببرم، چو موی بودم من در سگ کاش. سگ نه، بلکه یک موی سگ باشم بهتر است برای من. سگ بهترین از آدم بینماز دیده سگ هزارها بار بهتر است. زیرا حیوانات در روز قیامت خاک می شوند، اینا سوال جواب ندارند. لکن وای به حال کافر حالش چی میشیده باشد؟ به ایمان حالش چی میشود؟ و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. خدا میگوید کافرها وقتی عذاب میبینند، به ایمانها وقتی عذاب میبینند چی میگفتند؟ لا لیتنی کنت ترابا. خدا کاش که مرا کافر نمیکردی، کاش که مرا پروردگار انسان نمیکردی، یک توده خاک میکردی. بس بود. بی ایمانی خیلی کاری مشکل است. حضرت ابوبکر وراقی وقتی که میگه در گورستان گذاشتنش، مریدهاش میگه در خواب دیدیمش، که حضرت میگه به ما شکایت کرد. چی شکایت کرد؟
به گورستان از آن روزی که خوابم چونین در گریه و حال و تباهم. حضرت گفت در دنیا هم من آب چشم داشتم، در دنیا هم من مشکلات ها داشتم، زحمت ها داشتم. فکر کردم که در قبر میرم با این ایمان خدا دادگی بر راحتی خدا موفق میگردم، لکن گورستان ندارد ده یکی اون نور ایمان. حضرت ابوبکر گفتند زیرا که این تشویشی من گفت، این گریه من این است که هرگاه ایمان قبر می شوند 10 نفر یک تشم ایمان ندارد، چگونه حال من خوب باشد. وای به حال انسانی که در بری او، در پهلوی او در گورستان یک آدم بی ایمان می خواباند. چگونه ای که همسایه بد باشد، ناخوب باشد، همسایه عذاب می کشد، گورستان هم حکم همین ندارد. الحال البته این صحبت خیلی مدت‌های طولانی را طلب می‌کند. یک چند سوال‌هایی که در پیش ماست می‌خواهم جواب اینها را بر شما برسانم. چند وقت شد این سوال‌ها فقط منتظر جواب هستند. ما به موضوع‌ها و به گفتارها مشغول شدیم و این سوال‌ها بی جواب مانده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان عزیز. عبدالرسول نام کردن درست است، عبدالرسول نام کردن جایز نیست، عبدالرسول غلط است. رسول اکرم میگه احب الاسماء الی الله تعالی ما تعبد له. حدیث پیغمبر خداست که دوست دارترین نام به سوی خداوند همون نام است که اول عبد داشته باشه، بغیر عبدالرسول میشه عبدالمنان، عبدالستار، عبدالغفار. اینا نام‌های هستن که اولش عبد داشته باشن، دلالت به بندگی خدا میکنن، یعنی بنده منان، بنده غفار، بنده ستار. وقتی عبدالرسول شید این بنده رسول میشود. الرسول بنده داشتنش خودش غلط است، این هیچ نامی ندارد. باید بهترین نام همین باشد. در روز قیامت شما فراموش نمیکنید که نامهای خودتان را دعوت میکنند. نام هم رسول اکرم گفتند در انسان تأثیر خوب میرساند. کدام انسانی که اگر نامهای داشته باشند که نامهای قبل اسلامی باشد اونها را تغییر بدین. اونها شرط نیست که شما در اون پاسپورت رو تغییر بدین، بلکه چیکار میکنین؟ بلکه خود اعلان میکنین که نام من مثال امروز سنگ نیو، بلکه نام من عبدالرحمن. نام من مثال تورد نیو، بلکه نام من عبدالرحیم. خب این نامهایی که مثال به اشیاءهای مثال خانه وابسته دارد هیچ معنایی ندارد. اینا را امروز خود انسان باید چیکار کند؟ بگوید که خدای نام من عبدر، بلی رفیقاش عبدالرحمن. یک برادر جمشید بدن نام شد عبدالرحمن بدن، خوب کرد، نقص کردن. رسول اکرم اولین بار که آمدن در حالت پیغمبریشان نامها تمام امت چه تغییر دادن، زیرا نامهای غلام همین خاص بود و کیر بود. رسول اکرم همه اینا تغییر دادن، به نامهای اسلامی مبدل گردانیدن. اول وقتی نام میمانه نامها را یک آدمای عالم و یک آدم خردمند پرسان کنید. مادامی که ما اینا را که تغییر بتیم برای شما در قیامت برای شما خوب میشه. اینم یک حسنات، یک نیکی هست. در خانه کسی مهمان باشی، جنوب شوی، در وقت نماز بامداد چی باید کرد؟ البته آدم مسلمان به این حالت ها نمی شود. آدم وقتی دوچار این میگردد باید که از همون خاندار با که ندارد پرسان میکنین. من مثال غسل میکنم، شرط نیست که مثال غسل جنابت بگوی، غسل میکنم، آبازی میکنم. اگر غسل جنابت هم که بگوی، آدم مسلمان این جای یگان رنجیشش نیست، جای ملالیش هم نیست. خود همون خاندار یا از همین امین هست، امین نیست. در همه حالت انسان ممکن است در حالت خواب به همین احوال دچار شود.
مایلش برای جنوب شدن نماز بامداد اگر تو ترک کنی تو در نزد خدا گناهگار میشه. باید که البته آب طلب میکنی، غسل میکنی، بامداد تا میخونی. السلام علیکم داملای محترم، از شما خواهش میکنیم که در باب قیامت گپ زنید که ما این را ثبت کرده با مخلصان شما با رسیه میبریم. آنها التماس کردند انشاءالله این صحبت خدا خواسته باشد بعد همین ماه مبارک رمضان میرسانیم. در بین رمضان است انشاءالله صحبت میکنیم. السلام علیکم داملا، چرا در عین خطبه خواندن عصا را در دست خود نمیگیرید؟ عصا در دورهای رسول اکرم این یک یراقی بود، یک حکمیت و یک رول را میکرد. امروز این تیاقی ما به هیچ که کارم نداره. بار امروز با این تیاق چی کار حل کنیم؟ تیاق گرفتن سنت است، من اینا چیز نمیکنم، لیکن اگر لازم باشد بسیار طلب کنیم میگیریمش در دست اون کپینی و کارینی. در عبادت شما هیچ خلل نداره، در عبادت من هم خلل نداره. اینا در دوره رسول اکرم با منزل امروز چگونه ای که یراقها در دست مردم هست، همون زمان این یراق بود. حکم یراق که داشت، یک سیاست که داشت در دست رسول الله میگرفتش. امروز سیاست این گم شدگی است. در دست یالی خطیبای عراق ببین افتمات در دستش. السلام علیکم بابای حاجی، گلستروک بستن مگر گناه است؟ میگویند که تلق لعنت است. با پرگی ببین تلق لعنت خودش هیچی نیست. تلق لعنت آیا مثل همین گلستروک بود؟ این گلستروک داختن هیچی گناهی نیست، با که ندارد. چی جور گناهش است؟ تلق لعنت کی دیده است؟ توق لعنت میگن، لیکن این توق لعنت هیچ خودش معنی ندارد. این یگان اسباب و یگان متریال یگان چی نبود که در گردن شیطان بزنه، بلکه همچنانه که این لعنت الی یوم الدین، خدا گو لعنت من تا روز قیامت در حق ای شیطان برای اطاعتی تو. لیکن یگان بگیم گلستروک و یگان کرته نبود که آمده در گردن شیطان بغلطد. اینا هیچ گپ ندارد. مرحمت دختن بگیرید. این لباسی هم امروزه است. اگر گلستروک غلط باشد این کرته ما پوشیدگی هم غلط است. اگر گلستروک غلط باشد همین جلکای ما امروز غلط است، زیرا اینا یگان تا این بر لباسهای دوره پیغمبر خدا مانند نیستند. السلام علیکم داملای عزیز، سوالی ما رو با پراگی فرمونید. ما 6 برادر در این اینستیتوت میخونیم. در عین درس وقت جدا میکنیم، پیشین رو در وقتش میخونیم. یگان تمام قرآن خوان نیستیم، جماعت خونیم یا به خود خونیم. جماعت بهتر است. اگر همین 6 برادری که اگر چندی که قرآن خوانم که نباشین، یکی از شما در بینتون بهتر باشد، بهتر پیش بدرارید. اقتدای جاهل به جاهل درست می شود. یعنی اونم جاهل ده میدراید، شما هم جاهل ده میدراید. جاهل به جاهل درست است، فقط عالم از پس جاهل خواندنش درست نیست. اگر یک عالم از پس یک جاهل بخواند که او غلط میخواند، نماز عالم باطل می شود. لیکن تو وقتی که خطایی همون امام خطا گرفتن نمیتونی، نماز تو با پرگی درست میشه. جماعت کنی با که نداره. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من از شما خواهش میکنم با همین سوال من جواب بده. شوده پیشیک به پیشت میگذرد، چه خاصیت دارد؟ آدمان میگن که راحت رو میبرند. ما باور نمیکنیم. داملای عزیز شما چی میگویی؟ خواهش میکنم. ایناست جمعه آینده چگونه ای که گپ زدیم در باب خرافات، اینا هم از همون خرافات است. پیشی گراهی ما و شما را چگونه میبرد؟ باز شما را میگم یگانه از خدا بترسید، از پیشیک نترسین، از فالبین نترسین، از جادوگر نترسین. اینا هیچ کس نیستند. یگانه شما خدا بندشین، از خدای خود طلب هر چیزی میخواین از خدای خود بکنین و همان راهی که پیشیک است، سگ است، خر است، چیزی که میگذرد رفتن بگیر. او راه است آخه. این راهی تو را چگونه میبرد آخه؟ چیگه پس هیچ معنی ندارد آخه.
راهی هیچ کس را پشک بسته هم نمیتواند، بریده هم نمیتواند. فقط از خدا، هر چیزی که میبینین از خدا بینین، انشاءالله شما با همه کارتون موفق میگردین. یکی از پیشک ترسیدی، اختیارات پس میگردی. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما خواهش دارم با همین سوالی من جواب دهید. من جوان هستم، 5 وقت نماز را با جماعت میخوانم، لیکن طالب علم شده نمیتونم. همین میشود یا نه؟ خواهش میکنم جواب دهید. طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمه. برادر عزیز، در 5 وقت نماز خواندگی تو در نزد خدا اجر ثواب میگیری، لیکن برای طلب علم نکردن تو در نزد خدا باز گناهگار میشه. زیرا پیغمبر خدا میگه طلب کردن علم این چی است؟ فرض است بر زن و بر مرد. لا فقر اشد من الجهل گفت از پیغمبر. بین ما و شما اگر پول نداشته باشیم، مال نداشته باشیم، میگیم کم بغل هستیم، لکن بی سوادی ما و شما از همون بی پولی در سخت‌تر است و زین‌تر است. آخر پیغمبر خدا میگه هیچ سختی نیست از جهل دیده، از جاهلی و نادانی دیده. از نادانی دیده فقرتر و کم بغلتر دیگر کسی نیست. باید که طلب علم کنیم. هلاک امتی فی شیئین پیغمبر گفته است امتی من در دو چیز هلاک می شود. یکی چی است؟ یکی گفتن به علمی و دیگرش گفتن به جمع مال. امتی مرا همین دو چیز هلاک میکند. یکی علم نمیگیرند، دویم که فقط مال جمع میکنند. برادرای عزیز، همه وقت در طلب علم باشین. علم اسلام هم گرفتین، علم دنیا هم ضروری هست. علم دنیا هم بگیرین، رفته بخونین، در اینستیتوت بخونین، آخه در یونیورسیته بخونین، دستهاتون میرسد از اون بالاتر رفته بخونین. آدم مسلمان آخه وقتی پرکرار باشد، میلیسه باشد، KGB باشد، این چیز علل زیان دارد. آخه اگر یک مسلمان ما و شما اگر در دکترخانه وقتی که اگر سر دکتر باشد چقدر خوب است. وقتی اون نمازخوان باشد، مسلمان باشد، چگونه ما و شما را خوب قبول میکنند. از او یکی مثال یک آدمی به خدایی که مست مثال در جای کارش خواب است، یا خیانت میکند یا حق ما و شما را میخورد، این البته بهتر است. شما طلب علم کنین، خواه دنیاییش باشد خواه اخرویش باشد، کاری کنین که به علم نمانین. میگد در مثنوی میگد که گر حال نیک خواهی فرزند را همیشه، آموزش برادر قرآن و خط و پیشه. اگر تو حال نیکی فرزند بخوای که از همین فرزند تو یک فایده در حالتهای ضعیفی خود بگیری، ایرا تو قرآن خوان کن، تو ایرا مثال دستخط نویساندن یاد بده، یا ایرا به یک کسب یاد بده. زیرا که پیشه باید روزی که کار افتد، چون پیشه نداند بیل و کلند و تیشه. نمیدانی قرآن نتوانستی خوانده، مشق دست نکردی، یگان کسب نیافتی، امروز مرحمت کلند بیل و تیشه برایت منتظر است. چون پیشه نداند یا خط نداند، پس گاو و خر چراند در کوه در و پشته. برای آدم بی سواد نمو کوه در و پشته پر رفته گاو خر چراندن میگیرد. انسانی که با گاو و خر اگر آموخته شد طبیعت هموار میگیرد. جهل برای ما و شما ضرر دارد. چقدر میتونین حرکت کنین، طلب علم کنین، علم بیاموزین، تا که شما را یک از فریب ندهد، شما را یک از دروغ نگوید، تا که شما را یک دشمنای خدا مثال در هر یک راه برده نتوانند، اگر شما بسواد باشید. سلام علیکم داملای عزیز. مرده میمرد. اینجا یک سوال داده است، نویسنده است که همین مرده که مرد برای چی لباسهای را بعد او میشوند، تازه میکنند، خانه و در میبرارند؟ آیا اینو چی معنا دارد؟ دویم، در جنازه با آسمان نگاه کردن چی معنی دارد؟
در جنازه نگاه کردن به سوی آسمان خودش مکروه است. ما و شما جنازه میکنیم، بعد هر یک الله اکبر ده به سوی آسمان نگاه میکنیم. این غلط است. در اینجا ما و شما ترک سنت میکنیم. این عمل در احکام های جنازه داخل نمی شود، بلکه ما و شما به سبب این گناهکار میشیم در کردنش. و بعد مرده لباس های را شستن، پاکیزه کردن، اینا البته در یگان خط و خبرم نآمده است، لیکن همون لباس های کهنه ای که از مرده مانده است همونا را میشوند. برای چی؟ برای که ایرا به یگان کس صدقه میدهند تا که در حق همون مرده دعای کند و همین مراد اونها را مثال لباس های کهنه شد تازه میکنند میشوند. این با که ندارد میلش، لیکن لباس های نوی او را شستن اینجا یک اسراف است خودش. یا خانه را تمام شب برآوردن، اینا چی معنی دارد؟ تا همین مرده در ما و شما نشود، پاکیزگی خانه در ما و شما اهمیت نمیتیم. من ده ها بار در همین جا در همین قوم خودمان صحبت ها کردگی هستم، به نزدیکی هم در این باب گپ زده بودم. حدیث پیغمبر خدا را دلیل آورده بودیم که رسول اکرم گفتگی هست شما لباس هاتان بهتر کنین، خانه هاتان به صلاحیت بیارین، یعنی خاندانتان تازه کنین، جویبارهای نزد دروازه تان تازه کنین، تا که خلاف یهودیا شما کار کنین که یهودیا را کوچه و خانه هاشون چرکین است. امروز یهودیا این حدیث پیغمبر خدا را گرفتند و چرک در ما و شما گذاشتند. امروز ما و شما چرکین هستیم، ما و شما بدبو هستیم، ما و شما خانه ها ما پاکیزه نیست، لیکن یهودیا امروز پیش رفتند. یک روز یک از برنامه الجزیره تماشا کردم. در همین انگلیا یک سوداگر با دست همین لوچی خود در وقت سودا کردن نان با یک خریدارش نان قپیده بر دستش داده است، همون کس در محبس خانه کشیدن، حتی با یک جریمه کلان خلاص شد که چرا تو نان به دست خالی قپیدی، چرا در دست خود یک دستکشک نکشیدی و نان بقپی. ببین تا چه اندازه اونها احتیاط دارن امروز. و همین پاکیزگی و همش از ما و شما ساخته، پیغمبر خدای را گفته است، لیکن امروز ما و شما پروایی نداریم. میریم جایگاه خوابمان بو میکنه، چرکین از فرقی ندارد. لباس ما دزمال کردگی هست نیست، گریبان ما و شما در کدام صورت است، به این تماما اهمیت نمیتیم، پوشیده رفتن میگیریم. در این نزد خداوند شما گناهکار میشین. حتی عباره مختصر که کتاب صلات چی میگه؟ و فی ثیاب البذله، اگر لباسی که چرکین باشد، داغ داشته باشد، بوی داشته باشد، نماز نخوان در او. امروز باید ما و شما به اینا اهمیت دهیم. رسول اکرم در دوره هایی که ما و شما را در یک طبق خوردند امر کرده بود، صحابه ها با پاکیزگی بزم همین قدر به آبی چکار میکنن؟ رعایت میکردن. امروز در بری پهلود یک برادر نشسته در طبق دست دراز میکند، باور کنین در ناخون همون کس نگاه کنین طبیعت کسی نباشد خیره میشود. آدم باید که البته پاکیزه باشیم، تازه باشیم. خدا را شکر امروز همه شرایط هست. همین شرایط برای تازگی فقط صابون و آب است. باور دارم که در اکثریت ما و شما همین موجود است. این را به جا بیاریم، تازه باشیم، پاکیزه باشیم، خوشبو باشیم. داملای محترم، ما یک مردک را گفتیم نماز نمیخوانی، او بر من گفت دل صاف باشد. آیا من اون مردک را دیدم زنا میکند، عرق مینوشد و با ما میگوید که دل صاف باشد. داملای عزیز، سوال از خلق، اپا و خواهرای ما بروگ و کرته میپوشند و مکتب میانه میروند، مگر این خیل ممکن است؟ از مکتب خارج میکنند. آیا معلمه او کی هست؟ بیدین است. این خیلی لباس پیش کرده است. داملای محترم، این مسئله رو با همراهی داملا حیدر حل کنید. قانون نه در دست ما، نه در دست بابوی ملا حیدر. اگر چنده که ما هم نفرت داریم، اگر چنده ما هم نمیخواهیم،
زیرا این پایمال در حکم خداست. خواهری تو و اپای تو در اختیار تو است. معلمه او، معلم او هیچگاه البته نمیخواهد که، ممکن نخواهد، من باور نمیکنم که نخواهد همون معلم همون طلبه را مجبور کنه که تو بروک بپوش یا کرته بپوش. این ده حق هم ندارد. و اگر گفته باشد باور کنید اون مسلمان نیست. اون مسلمان نیست. اگر دعوا هم که کنه دعوای او زبانی هست. این مکتب نگذاشتش مکتب دیگر میبرمش، نمیپشانمش، نه بروک هم میپشانمش نه کرته را میپشانمش. دختری من است، فرزند من است. فردا من از حساب در قیامت در نزد خدا جوابگو هستم. باید که اهمیت دهیم. چرا بروک پوشیدن جایز بود است، لکن همون بروک های مسلمانی که داریم او را پوشیدنش غلط بود است؟ چرا سر لج رفتن ممکن بود است و سر پوشیده ممکن نبود است؟ این چگونه آزادی هست؟ امروز خدا را شکر رئیس جمهور مثال تمام آزادی ما و شما را کفالت گرفته است. مادامی که کفالت گرفته باشد و تمام آزادی ما و شما جوابگو باشد، امروز قانون نبرآورده است که دختری تو سر لیج رود یا دختری تو بروک پوشیده برود. این ما و شما خودمان به اهمیتی ما و شما، به پروایی ما و شما. حالی ندیدیم تا همین روز یگان پدر مادر نزدیک حکومت رفته، خدا را شکر امروز میری شهر ما و شما الحمدلله مسلمان است، دعوا کرده باشد که مثال دخترای ما را آخه حکم برار که روی ماشون در سرش بدرد، مثال فلان معلم مثال آمده در نزدش مراجعت کردن که فلان معلم هم تا گفت، ولی هیچ پدر مادر رفته شکایت نکرده است. مرحمت شکایت کن، جواب نشد، بعد مرحمت تو عرض داد بکن. و این عرقنور زیناکاری که دل صاف باشد، ایناش خیلی برای شما ده ها بار گفته گذاشتیم. البته دل صاف عرق نمی نوشد، دل صاف زنا نمی کند. دل صاف در قطار مسلمان ها در نماز جماعت اشتراک میکند. این است دل در داخل هم که باشد صاف باشد، اگر بیرونه خودش اصلاح میکند. لیکن اگر دل صاف نباشد همون بیرونه همون میگد که همین دلش غجد است، دل همین ناپاک است، این روسیا هست، خودش دلش گواهی میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای محترم. شما خواهش میکنم به سوالهای من پاسخ میدادید. داخل حاجتخانه در آمدن و یا این که در وقت جماع کردن بسم الله الرحمن الرحیم گفتن درست است یا نه؟ با احترام اخلاص شما التماس جواب دهید، راه هم دور است. یعنی داخل حاجتخانه در آمدن با بسم الله الرحمن الرحیم نمیدرایم. اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث، حدیث های پیغمبر خدا در بیان اذکارها می آید. شما وقتی داخل شدین بگین پروردگارا پناه طلب میکنم به سوی تو از شیطان نر و از شیطان ماده، و داخل همون حاجتخانه شوید. زیرا اکثر جن ها در حاجتخانه هستند. جای جن حمام است، حاجتخانه هست و خانه‌ای که صورت زیاد دارد و خانه‌ای که موسیقی دارد. اینا خانه شیطان و خانه جن. همین جن خودش از عالم شیطان است، فرزندای شیطان هستند. امروز بینین تمام خانه ها را که نظر میکنیم، من از خودم مثال میارم، یک مگنیتوفون دیگر بلند کردگی و جاروب در دست زن یا خواهر تو خانه میروه و تمام آواز بلند کردگی. بین او خانه در چگونه جن خچه جا نکند یا شیطان در او خانه خچه جا نکند، یا تمام اولاد اجدادش، حتی که همون کافرایی که امروز تمام مسلمان ها را نابود کرده ایستاده‌اند، صورت همونها در خانه آویزان است. خانه شیطان نمیشود، خانه جن نمیشود. حمام داخل حمام میشه، زن بلیچ در خانه آدم مسلمان است. ای رود سیاقت مسلمانی. مسلمان همی است آخی، مسلمان یک نشانه داشت آخی. خانه مسلمان در صورت کافر چکار میکند؟ چگونه بعد فرزندی تو دیوانه نشود؟ چگونه دیگر دائم تو یک قصیده خانه دیگر میکوی فرزندم دیوانه شد، فرزندم فلان شد؟ از خانت همون صورت ها را گم کن، از خانت موسیقی را گم کن، انشاءالله دیگر شیطان خانه تو داخل نمیشه.